به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صد سلام به شما عزیزای دلم. حالتون چطوره مهربونا؟ خوبین؟ خدا رو شکر. عزیزای من، امشب اومدم با یه قصه خیلی زیبا. موضوع این قصه خیلی مهمه، هم برای پدر و مادرها هم برای شما بچهای عزیز. موضوع قصه‌مون برمیگرده به اعتماد نکردن به غریبه ها. این قصه درباره این موضوعه. خب حالا آماده باشین برای اینکه قصه رو شروع کنم. امروز یه دختر ناز و خوشگل به دنیا اومده. اسمش شادونه است. بابا مامانش خیلی خوشحالن که یه عضو جدید بهشون اضافه شده. شادونه اونقدر کوچولوه که از پس کارای خیلی ساده هم بر نمیاد. روزها و شبها میگذره و شادونه کوچولو بزرگ و بزرگتر میشه. امشب تولد 1 سالگیشه. همه فامیل دعوت بودن، عمو و عمه و خاله و دایی و بچه هاشون، پدر بزرگا و مادر بزرگا. همگی دور هم جمع شده بودن و این روز قشنگ رو جشن گرفتن. روزها میگذشت و شادونه قصه ما بزرگتر میشد. 2 ساله شد، 3 ساله شد و حالا دیگه یه دختر 4 ساله است. اون دیگه خیلی راحت راه میره، حرف میزنه و تا حدودی کاراشو میتونه انجام بده. اون میفهمه وقتی کاری خطرناکه نباید انجامش بده، مثل دست زدن به بخاری، نزدیک شدن به خیابون، تنها جایی رفتن. شادونه با پدر و مادرش بعضی وقتا میره به گردش. یه روز که بابا و مامان رفت به سمت پارک، رفتن و بازی کردن با هم دیگه. نوبتی باهاش بازی میکردن. همون لحظه همسن و سالای خودش رو دید. شادونه قصه ما خیلی شیطون بود. رفت و پیش بچه های همسن و سالش تو بازی کرد. موقع بازی سرگرم بازی شده بود. پدر مادرش یکم میتونستن استراحت کنن، اما بچه ها یهو دیدن شادونه قصه ما پیش دوستاش نیست. پدر مادرش خیلی نگران شدن که ناگهان دیدن شادونه کنار یه نفر وایساده و اون داره شادونه رو ناز میکنه و باهاش صحبت میکنه. پدر مادرش بدو رفتن سمتش و شادونه وقتی که اونا رو دید رفت بغلشون. ترسیده بود. اونا نگران بودن، بغلش کردن و بوسیدنش و دیدن توی دستاش یه شکلاته. مادرش ازش پرسید خوشگلم این چیه؟ شادونه با لحن بچگونه گفت اینو عمو بهم داده. گفته اگه بیشتر شکلات میخوای توی ماشین دارم. مامان، بابا، میشه بریم ازش بگیریم؟ پدر مادر شادونه تصمیم داشتن براش توضیح بدن که به غریبه ها اعتماد نکنه. اما چطوری؟ خب با من همراه باش تا برات تعریف کنم که چی کار کردن که شادونه متوجه بشه به غریبه ها اعتماد نکنه. همگی به سمت خونه رفتن. شادونه شکلاتش رو میخواست، اما مادرش گفت قبل از اینکه شکلاتو بهت بدم میشه بگی این شکلات چطوری به دست تو رسید؟ شادونه شروع کرد همه چیزو تعریف کردن. گفت وقتی که تو بازی میکردیم توپ از دستم لیس خورد و رفت سمت یه درخت. من رفتم اونو بیارم که این آقا توپ رو برداشت و داد بهم و گفت میخوای بهت شکلات بدم؟ من هم گفتم بله خیلی دوست دارم شکلات. اون شکلات رو بهم داد، ولی گفت من توی ماشین یه عالم خوراکی دارم، اگه دوست داری باید خوراکی بدم.
منم قبول کردم که شما رو یهو دیدم. دوست داشتم با هم دیگه بریم. بابایی و مامانی تصمیم داشتن یه کاری بکنن. پدر رفت عروسکای شادونه رو آورد. مادرش اومد کنارش نشست و گفت شادونه، یه نفر به من گفت دوست داره عروسکای تو رو داشته باشه، اونا رو با خودش ببره، اما گفته به جای عروسکاش براش خوراکی میخرم و بعد چند تا عروسک دیگه هم شبیه اینا برات میارم. به نظرت عروسک رو بهش بدم و برات شکلات بگیرم؟ شادونه یکم فکر کرد و بعد محکم عروسکاش رو بغل کرد و گفت نه، من همین عروسکم رو میخوام، من همین رو دوست دارم، دیگه عروسک نمیخوام، شکلات و خوراکی نمیخوام. مادرش دستی به سرش کشید و گفت خوشگلم، حالا که تو اینقدر عروسکاتو دوست داری و مراقبشون هستی، بگو ببینم شکلاتو بیشتر دوست داری یا عروسکاتو؟ شادونه گفت من شکلاتو خیلی دوست دارم، اما اگه اونا رو بخورم تموم میشه، ولی اگه عروسکامو بهش بدم دیگه عروسک ندارم. نه، من عروسکامو میخوام، شما برام خودتون شکلات بخرید. پدر و مادرش بغلش کردن و بوسیدن، گفتن حتما خودمون برات شکلات میخریم. عزیزم، امروز وقتی که اون آقا بهت شکلات داد میخواست تو رو با خودش ببره، اینجوری تو دیگه عروسکاتو برای همیشه نمیدیدی، ما هم تو رو نمیدیدیم، تو که نمیخوای این اتفاق بیفته. شادونه کنار پدر و مادرش با خیال راحت نشسته بود و گفت نه، من پیش شما همیشه میمونم. پدر مادرش بهش گفتن عزیز دلم، تو دیگه بزرگ شدی، باید بدونی هیچ وقت کسی جز مامان و بابا و خانواده نمیتونن تو رو بغل کنن، ناز کنن، نمیتونن تو رو ببرن جایی. هر کسی خواست این کارو بکنه باید از ما اجازه بگیره. کسایی رو که نمیشناسیم یعنی غریبه ها نمیتونن به ما شکلات بدن یا ازت بخوام باهاشون بری. اگه پیششون یه بچه کوچولو دیدی یا یه دونه حیوان خونگی خوشگل و ناز دیدی، باز هم نباید باهاشون بری. عزیزم، حتی اعضای خانواده‌مون مثل عمو، دایی، خاله و عمه و بچه هاشون اجازه ندارن بدون اطلاع ما تو رو با خودشون بیرون ببرن. تو باید همیشه از ما اجازه بگیری. پدر و مادرش این حرفا رو بهش زدن و کنارش نشسته بودن. شادونه نگاهشون کرد و گفت من بهتون قول میدم که حرفاتون رو هیچ وقت یادم نمیره. بابا و مامان این موضوع رو براش بیشتر توضیح دادن تا کاملا متوجه شد. اینم از قصه امشب ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. عزیزای دلم، همیشه یادتون باشه فقط خانواده هستن که میتونن ما رو بغل کنن، نوازش کنن و ما رو با خودشون جایی ببرن. هیچ وقت با هیچ غریبه‌ای صحبت نکنید. تا قصه دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.